بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. به نام خداوند توانا قادر بر آفرینش هستی. هموطنان گرامی و معرفت پرور، اهل خبره و بشر دوستان گران قدر جامعه شریف افغانستان، مراکز فرهنگی علامه فیضانی رحمت الله علیه افتخار دارند تا در سلسله کنفرانس های سرتاسری آنلاین از تمام نقاط جهان میزبان شما شخصیت های شایسته و گران اجر جامعه ما در خارج و داخل کشور عزیز باشند. در این کنفرانس های تحلیلی تلاش به عمل آمده است تا بر محور عناوین اصالت سلیم انسان، سلامت اجتماعی و تقویت داهیه صلح جهانی، فضای برادری و برابری واقعی را طی سخنرانی‌های آزاد هم میهنان گرامی با تحلیل‌های بنیادی برگرفته از نظریات و آرای عارفانه و واقع بینانه جناب علامه فیضانی رحمت الله علیه فراهم نموده گسترش لازم ببخشند. بدین وسیله از شما هموطنان گرامی با درک، رسالتمند و با احساس مخلصانه دعوت به عمل می آید تا برای سهمگیری و ایراد سخنرانی های نکو و نوید بخشتان در این کنفرانس ها با مسئولین ارتباط در امریکا، کانادا، اروپا و افغانستان عزیز تماس حاصل فرمایید. به امید افغانستان باثبات، دارای اراده و حاکمیت ملی، مستقل و نوین. د اړوندو رسایلو او کتابونو د PDF ترلاسه کولو په موخه د څېړنې او د هیواد پرمختګ، د بشر سلامتیا او نړیوالې سولې لپاره زیر بخښونکي پرتمین کنفرانس کې د وینا فرصت ترلاسه کولو په موخه هیله من یو چې سر له اوسه د لندنیو شمیرو له لارې په اړیکه شي.